ذبیح الله صفا، ملقب به پدر تاریخ ادبیات ایران، مدتها ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رو بر عهده داشت و او ادبیاتی رو تدریس میکرد و پژوهش که فراوان در اندیشه روشنفکران گذشته ما تأثیر گذاشت. ادبیات حماسی، غنایی و دراماتیک. ذبیح الله صفا رو باید به عنوان یکی از فرهیختگان ایران دوست به حساب، شاید پیش از هر کسی دیگر. مطلب زیبایی راجع به تاریخ ایران نگاشته که یک پاراگراف کوچکش رو برای شما میخوانم. ذبیح الله صفا میگوید: روزهای خوش و ناخوش در حوادث نیک و بد را هر ملتی دارد و هر قومی روزی از شهد پیروزی شیرین کام و زمانی از رنج شکست نامرادی اندوهناک شده است. ملت بزرگ و نیرومند آن است که از روزهای خوش برای نشان دادن عظمت روح و فکر خود استفاده کند و ایام شکست و ناکامی را با بردباری و متانت به سر برد و ضربات سهمگین و مرگزای دشمن را وسیله‌ای برای برخاستن در برابر او بینگارد. اگر از پای درآمد باز بر پای خیزد و آنقدر به مقاومت پنهان و آشکار خود ادامه دهد که آخر روزی غبار ناکامی و اندوه از چهره مراد او زدوده شود و مجد و شکوه دیرین که از آستان خانه او دور شده بود باز به دیدار وی آید. ملت هایی که از این خاصیت بزرگ بی بهره بودند همه در کشاکش حوادث از میان رفتند، یعنی خصایص ملی خود را از دست دادند. سوابق فرهنگی و مدنی و سیاسی آنان فراموش شد و به هیئت ملت و قومی دیگر در آمدند. ارزش تاریخی ملت ایران در آن است که در روزهای سخت و محنتبار حوادث خود را تسلیم دیو یأس و هراس نکرد و به جای اضطراب و تشویش بردباری و تدبیر را وسیله نجات قرار داد. آنقدر کوشید و پنهان آشکار مبارزه کرد تا سرانجام پیروز شد و دوره عظمت و افتخار را از سر گرفت.
تاریخ ایران پر است از شواهدی که این دعوی ما را اثبات میکنه. حمله اسکندر و غلبه یونانیان را قیام پهلوانان پارت خراسان بی اثر کرد. حمله و تسلط عرب را نهضت‌های پیاپی دینی، سیاسی، نظامی و ادبی ایرانیان در قرنهای دوم و سوم از تأثیر قطعی انداخت و غلبه وحشیان خونخوار مغول، تاتار و اقوام و قبایل دیگر ترک، یعنی زرتپوستان آسیای مرکزی، هر یک با گذشت چند سال به نتیجه ای انجامید که گفتی هرگز نبود و اگر بود اثر اقتصادی داشت، نه فرهنگی و نژادی. در خلال همین ایام از فکر تجدید استقلال سیاسی و ادبی نیز برکنار نبود. بسیاری از دلاوران ایرانی و استقلال جویان بزرگ برای بازیافتن قدرت از دست رفته با کارگزاران خلفای اسلامی در افتادند و ایران از اوایل قرن دوم تا اواخر قرن سوم هجری قمری میدان جنگ‌های خونین بود. همین ماجرا هر چندگاه یک بار تجدید شد و در تمام این مدت قصد غایی و نهایی ملت ایران نگاهبانی از تاج و تخت کیان و حفظ استقلال میهن بود. امید است که این حقایق روشن جوانان پاک دلی را که در آتش عشق میهن میسوزند به ادامه عشق پاک و آسمانی خود شایق‌تر کند و جانهای تابناکشان را کانونهای فروزنده‌ای از دوستی ایران گرداند و آنان را برای نگاهبانی از این سرزمین عزیز و حفظ آن از آسیب بداندیشان آماده تر سازد. ذبیح الله صفا.